اگه این بازی رو ببریم میریم برای انتخابی تیم ملی. تیم ملی رو کنار بازنده باید گل بشه. تیم ملی ایستکی پاس بده به من، کسی کنارم نیست. تاداچان اگه بهش پاس بدم حتما گل میشه. ایستکی یادت باشه یکی برای همه برای یکی. درسته، فوتبال یه بازی تیمی 11 نفر است. خیلی خوب، حالا مساوی میشیم. امکان نداره. اینم ازی برید جلو. مهاجم سال دومی کیا ریاست. لعنتی چی کار میکنی؟ جلوشو بگی. ببخشید بچه‌ها، اگه من گل می‌زدم. مقصر تو نیستی تاداچان. ببخشید. کیا، مردم شما رو جواهر فوتبال ژاپن صدا میزنن. حتی برای بازی در تیم زیر 18 سال ژاپن هم دعوت شدین. میشه در موردش صحبت کنیم برامون؟ خب در حال حاضر همراه با تیمم تمام تمرکزم رو روی پیروزی توی تیم ملی گذاشتم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که دلیلی که الان موفق شدم به خاطر اعضای تیممه. شماها عالی بازی کردید. سال سومیا دارن بازنشسته میشن. شماها باید به روزایی که مثل یه تیم با هم بازی میکنید افتخار کنید. یه روزی به گذشته‌تون نگاه میکنید و میگید وقتتون رو بیهوده نگذرونید. تا جایی که میدونم تیم ایچینان بهترین تیم فوتبال ژاپنه. از ثانیه به ثانیه زندگیتون و بازیتون لذت ببرید. وقت تلف نکنید و به حرفای من خوب گوش بدید. تیم ما به بازی‌های انتخابی تیم ملی راه پیدا نکرد به خاطر اینکه توی مسابقات مقدماتی شکست خوردیم. من توی اون تیم یه مهاجم سال دومی ناشناسم و این یه واقعیته. نواساما، من متاسفم. شک دارم که من بهترین بازیکن اروپا نوئل نوآ. یه ضربه مستقیم، چه گل محشری. بتونم مثل تو یه سوپر استار بشم. وای یوجان، چی نمیتونه جلو تو بگیره. به شدت تو رو تحسین میکردم گل عالی بود. تو زیادی برای دانش آموزی و به بازی کردن ادامه دادم. ولی یادتون باشه یکی برای همه برای یکی. بیایید با هم به تیم ملی فکر کنیم. بله. ولی انگار رویاهام همیشه فقط یه رویا موند. رویای احمقانم برای تبدیل شدن به یه مهاجم ستاره تیم ملی و قهرمانی در جام جهانی. اگه اون موقع پاس نمیدادم و به جاش شوت میکردم واقعا سرنوشتم تغییری میکرد. یکی برای همه برای یکی.